ما همین علم عقیده را راستی گفت در همین روسیه فهمیدیم که همین علم عقیده بوده است. همین علممو در همینجا فهمیدیم راستی گفت. همین علم عقیده را باز یک کتابی که خونده استم میگن علم عقیده اولین درجه مقصد باید عقیده را ایزوچات کنین، بعد از اون در همین کم ترک معلومات میدن علم عقیده در وقت پیامبر در همین کم تر خوندم نبوده است. بعد همین علم عقیده برای چی پیدا شد همین شرح میدادن التماس. خیر علم عقیده نبود. 13 سال در مکه هر آیتی که نازل شد همش عقیده است. این 10 سالی که در مدینه بودن ثانی این دیگر احکام نماز و نماز جماعت و روزه و زکات و جهاد و امر معروف و نهی منکر و مسئله های اذان و قامت و نکاح و طلاق و اینا همه در مدینه مشروع شد و آیات هایی که در مسئله های فقهی سخن میکند با ابتداش هم توحید است، عقیده است، انتهاش هم عقیده است، در بینش هم عقیده دارد. قرآن پوری عقیده است. 13 سال در مکه پیامبر صلی الله علیه و آله به مشرکا فقط درس عقیده نازل میشد. عقیده اون چیزی که بنده اعتقاد میکنه. همه عملهای صالح و عملهای بدی شما از عقیده شما منشأ میگیرد. عقیدتون اگر درست باشد شما عقیده دارید که جنت هست، برای همین نماز تراویح میخونید. و الا اگر به جنت باوری نداشته باشید شما نماز تراویح نمیخونید، روزه نمیدارید. اگر به الله تعالی ایمان نداشته باشید، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان نداشته باشید، به حساب و کتاب و روز جزا و روز قیامت ایمان نداشته باشید، شما کجا روزه میدارید؟ 18 ساعت از خوردن و نوشیدن حلال، از همسری حلال خودداری میکنید. در کدام اساس؟ بر اساس عقیده. شما اعتقاد دارید که الله تعالی شما رو نگاه دارد، شما اعتقاد دارید که الله تعالی شنوا هست، بینا هست. هیچ یک خانه در آمدید خانه خلوت کسی نمیبیند غیر الله، برای چی نمیخورید در آنجا؟ برای اینکه شما اعتقاد دارید که عقیده دارید که الله تعالی شما رو دیده ایستاده است. نوبل عقیده این از همه ضرورترین علم. اگر عقیده باطل باشد این عمل‌های که میکنید اینا بی‌فایده است. بله عقیده از همه مهمترین فن است.